سلام و خوش آمدید دان خدمت شما همراهان گرامی و شما خوش آمدید میگم در ویدیوی سوم دوره فلاتر با من سجاد نوروزی. در این ویدیو طبق ویدیوهای قبلی که گفتم قرار ما زبان دارت رو شروع بکنیم و انشالله میبینیم که از کجا و از چی سایتی و چی موضوعاتی ما قرار در این دوره دارت خود انشالله بخونیم و دارت خودمون پیش نیاز دوره فلاتر بود که ما بعد از سپری کردن دوره زبان دارت انشالله فلاتر رو شروع میکنیم با شما. خب ما قراره چی بخونیم، چی موضوعاتی بخونیم، از کجا بخونیم در این ویدیو با شما شریک میسازیم. ما در اصل ریفرنس اصلی ما خود سایت dart.dev که بود، بخش داکس که همون داکیومنتیشن میشه که یکی از کامل ترین میتونم بگم کامل ترین ریفرنس های خود زبان دارت میشه، چون یعنی داکس یا هم داکیومنتیشن خود نوشتم و در داخل سایت هست. پس ما از داخل خود داکیومنتیشن خود زبان دارت ما قراره که با شما کار بکنیم و بریم روی خود سایت که به شما ببینیم که چی چیزای قراره انشالله ما بخونیم. خب همونطور گفتیم ما در داخل سایت dart.dev میشیم. در صفحه اصلی اوورویویه و بعد از این ما میایم در قسمت داکس کم داکیومنتیشن لنگویج تور. در این قسمت اینترودکشن دارتر داریم که معرفیه و بعضی موضوعات میتونیم بگیم که خلاصه از دارتر آورده برای ما معرفی کرده و حال ما به این قسمت ایناها اوزر کار نداریم. شاید شما متوجه نشیم اینا چیه و چی استفاده های داره چون هنوز نخوندیم. ما میم بخش اول از این چک میکنیم. یک چیز از این ما لازم داریم که void main فانکشن مین مانه. این فانکشن مین ما چی هست؟ فانکشن مین در ویدیوی قبلی گفتم که به شما همون میز کار ما رو میگیم فانکشن مین. میز کار هر کدی که خواسته باشیم اجرا بشه و از او استفاده بکنیم در داخل خود همین مین قرار میدیم. void داریم. void چیه؟ مین چیه؟ و پرنت چیه؟ و متنا چیه؟ ما میریم در داخل وی اس کد کار میکنیم عملی. ما باشه در اول اینا رو بسته کنم. این فایل کلوز از این قسمت ما بتونیم این فولدر رو بسته کنیم. دونت سیو چیزی سیو نمیکنه و یک فایل جدید یک فولدر جدیدی در داخل خود دسکتاپ خودم درست کردم. ایر باز میکنم و برای هر دوره یا هر جلسه ویدیویی که دارم یک فولدر مشخصی درست میکنم و در داخل گیت هاب پوش میکنم. شما هم میتونید داشته باشین و لینک اکانت گیت هاب رو در دیسکریپشن همین ویدیو میگذارم. شما میتونید که مستقیم این پروژه رو ببینیم و این فایل ها رو خود شما داشته باشین تا خیلی راحت‌تر کار بکنه. این رو پاک میکنم وید مین خود و از این قسمت فایل مین خالی داریم که main.dart. نام از این هر چیزی میتونه باشه. یک سری قوانین داره. ما در این قسمت ما نمیتونیم این نام فایل خود با عدد شروع کنیم، نمیتونیم با دلار ساین و با هشتگ و اینا شروع کنیم. نام باید سعی کنیم با حروف شروع بشه و حروف کوچک. دارت همیشه چما باشه که همیشه اکستنشن دارت فراموش نکنه تا اینکه فایل ما به اسم یک فایل دارت شناخته بشه. و بعد از این حال این محیط کدنویسی ما برای ما آماده بسته میکنه. یک مین داریم. ما خود مودستی تایپ میکنیم void main و بعد از این قوس باز میکنیم و این قوس ها. خب اینا چیه؟ void که هست برای ما باشه یک مثال ساده به شما توضیح بدم. این در اصل نگه این متد مین ما چیزی بازگشت نداره، خروجی نداره، چیزی به شما ریترن نمیکنه، وایده. شما فرض برای بگیریم یک پولر شما دست یک بچه میدیم، دست یک کس میدیم این برای شما نون بگیره. پولر دادین که بره نون بگیره و توقع شما از او چیه؟ این که به شما نون رو بیاره. درسته؟ شما پولر دادین که بره به شما نون بگیره و نون رو توقع دارین که پس بیاره به شما تحویل بده. ولی یک حالت دیگه داریم. ما پولر میدین ولی
نیازی نیه که اون طرف بیه با ما حتما خروجی بده یا یک چیز برای ما پس دوباره بیاره. شما فرض کنین پول میدین دست من این پول میبرم، شما میگین که ببر ایر بده برای احمد. احمد پیش شما کار کرده یا از شما پول طلبه و این پول میدم به احمد و دیگه نیازی نیه که شما یک چیز خروجی، اصلا خروجی نداره. چی به شما پس بیارم؟ خط احمد رو بیارن که حتما داره، خب نیازی نیه. شما اعتماد نمیداشتین نمیکردیم این کاره. ما همین بحث وایدر که داریم اینه که ما یک دستور میدیم، یک کار برای ما همین متد یا همین فانکشن انجام میده، ولی کدام چیزی برای ما بازگشت نمیده. فقط هر چیزی که ما با داخل از این کار کنیم همون رو اجرا میکنه بدون از اینکه برای ما مشکل بخوره. فقط خروجی نداره، یعنی ریترن نداره، بازگشت نداره. وید چیه؟ وید ما میگیم میز کار. شما فرض بگیریم این میشه میز کار شما، اینا یک سری چیا وسایل کار شما باشه. حال برای از اینکه وسایل کار شما از اینا استفاده کنه، شما باید روی میز کار باشه. شما فرض کنیم نجاریم، یک چیزی میخوایم بسازیم، فرض کنیم یک کاردی باشه، این دستیانه، این نقشیم خیلی خوب نیه و یکم با موز کار میکنه جمع نمیده. فرض کنیم شما این مایم بسازین، شما ابزار خور به کار داریم، ابزار شما میه روی میز کار، چوب شما میه روی میز کار و همه چیزی که نیاز داریم برای از که همیر بسازیم میاریم روی میز کار خود تا اینکه دم دست شما و از او استفاده کنیم. میز کار متد مین مانه، متد مین و این وسیله هایی که لازم نداریم بیرون از میز کار خود نگاه میداریم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه دست پا شما شلوغ پلوغ نشه، خیلی راحت بتونیم کار خود انجام بدیم. چی نیازه که خیلی شلوغ کنیم سر خود؟ فقط اون وسیله‌ای که نیاز داریم میاریم به این قسمت به پیش دست خب. چوبی به کار داریم، اره به کار داریم، هر چیزی میاریم به این قسمت به داخل میز کار خود، روی میز کار خود. حالا متد مین همینه، این میشه همون میز ما. از این بلاک تا به بلاک به اینا میگیم بلاک، بلاک استیتمنت. این بلاکه، یک محدوده. از اینجی تا به اینجی ما هر چیزی که بگذاریم اجرا میکنه، چون میز کارمانه، روی میزمانه. ولی بیرون از این یک سری چیهای دیگه شما میتونید داشته باشین که اصلا اینا در نظر گرفته نمیشه تا زمانی که همین به داخل از این استفاده شه. ما میتونیم یک متد بزنجی بنویسیم، یک فانکشن که زمانی که فانکشن ها برسیم خیلی راحت اینا میفهمیم که فانکشن چیه. یک فانکشن می نویسیم که دو تا عدد رو برای ما جمع کنه و نیازی نه داخل متد مین باشه، این بیرون از مین خود می نویسیم و هر زمانی که بزین نیاز پیدا کردیم فقط این رو به داخل از این صدا میزنیم. نام از این که صدا بزنید این خود از این اجرا میشه. پس اینا رو فعلا ما پاک میکنه در داخل مین، در داخل میز کار خود. ما مایم یک متن برای ما پرینت بکنه. در داخل زبان‌های مختلف پرینت، عملی پرینت به روش‌های مختلف انجام میشه. در زبان دارت فقط می نویسیم پرینت و از این قوس ها باز میکنه، یا دبل کوتیشن یا سینگل کوتیشن که پیشنهاد میشه سینگل کوتیشن استفاده کنه. و اینجا هم هر چیزی که شما چاپ بکنه هیچ مشکلی نداره، کاراکتر، عدد، سمبل، هر چیزی. ما اینجا مثال یک عدد، چند تا سمبل، هیچ کدوم از اینا مشکل نمیخوره. دلار ساین چیه؟ چرا ارور داد؟ ما دلار ساین برای از این استفاده میکنیم که یک مقدار از یک وریبل که بعداً بخوانیم لینک کنه. برای از اینکه این نه ما بتونیم چاپ بکنیم باید قبل از این حتما یک از این بکسلش ها استفاده کنیم که برای از این میگه توی نادیده بگیرید، فقط چاپ کن دیگه هیچ کار نکن، نادیده بگیر. خب اینا رو بعداً باز هم آشنا میشه. این ساده ترین کدی که ما میتونیم به داخل هر زبان بنویسیم که یک از زبان ها که ما فعلا میخوایم زبان دارته، همین چاپ کردن یک متنه. من ایرم اضافه پاک میکنم، همین متنه، ساده ترین چیز. void main چیه؟ ایرم میشه چون باشه مین یک کیوردیه، کیوردی که از قبل تعریف شده. مین به همین کارکتر MAIN خورد و همین قوس ها شناخته شده برای خود همین کامپایلر، به خود همین چی ما آیدی ما که این میشناسه که این میز کار مانه. پس شما نمیتونی این دیگه چیزی نام بنویسیم.
ما اگر حال سام بنویسم این درسته، هیچ مشکلی نداره، اجرا میشه، چون دیگه چیزی ما نداریم، اجرا میشه. ولی اگر ما همین مین باشه، ببخشید مین باشه و بیرون از مین یک واید دیگه داشته باشیم به نام متد تست داره که هم یک نوع متدیه که ما به نام تست او صدا میزنیم و یک متن پرینت میکنیم فقط برای تست، برای از اینکه ما ببینیم که آیا چی تفاوتی داره. خب اینم پاک میکنم از اینجا. حالا به نظر شما اگر من چاپ کنم چی چاپ میشه؟ بریم ببینیم. کنترل ای سر میزنه که سیو بشه و اگر چاپ بکنم هلو سجاد. خب چرا آبجکت چاپ نشد؟ ما که آبجکت هم داریم، یک دونه مین داریم و یک دونه آبجکت، یک دونه تست داریم. در داخل از این هلو سجاد و یکم آبجکت پرینت کن آبجکت. چرا آبجکت چاپ نشد؟ به خاطر از اینکه خود مین تعریف شده برای خود همین آیدی ها. در اصل ما استیکار دانلود کردیم، اینجا اکسترکت کردیم، پشتیبانی کنه زبان دارت ما. این مین یک کیوردیه. ما وقتی مینر داریم دیگه متودا ما سرازره نمیشه. اولین متدی که سرازره میشه متد مینمونه و تنها متدی که سرازره میشه متد مینه. ما مینر صدا میزنیم و اگر خواسته باشیم ای هم چاپ بشه ما باید نام تستر چیکار کنیم؟ به داخل همین مین خب فقط صدا بزنیم تست با همراه با همین قوسا خب مشخص کننده از اینه که این هم یک متدیه. و حالا اگر برین چاپ بکنیم میبینی که هم هلو سجاد و هم آبجکت هر دوتا چاپ شده، هیچ مشکلی هم نداره. پس میفهمیم که مین یک کیوردیه که همین MAIN که هسته MAIN این تعریف شده متد مینمونه. اگر دیگه متدی هم داشته باشیم و مین هم داشته باشیم فقط مین اجرا میشه. خب حالا ما اینا گیج نشیم، پاک میکنه. ساده ترین کدی که ما میتونیم بسازیم همین مین بود که پرینت میکنیم یک متن خالص. بحث بعدی بحث وریبل میشه. ما به سینتکس میاییم. سینتکس بحث وریبل. وریبل چیه؟ اصلا وریبل چی هست؟ چی کار میکنه؟ این ما به شما باشه توضیح ساده تره اگر بتونم بدم که متوجه بشه. ما اصلا با شیپ استفاده میکنه. این فرض بگیریم رم کامپیوتر شمانه. تعریف وریبل میگم وریبل نام قسمت از میموریه که توسط یک نام خاص ما به او دسترسی داریم و دیتا ما در داخل از او ذخیره میشه. نام قسمت از میموریه که اطلاعات ما در داخل از او دیتا ما در داخل از او ذخیره میشه و توسط یک نام خاص ما به او دسترسی داریم. میموری منظور از او از رم کامپیوتر شمانه. حالا ما اینجا فرض بگیریم که رم خود کامپیوتر مانه و هر رم میفهمیم رم از خود خانکای داره که بخش شده یا اینا. حالا یک کمی کج میشه، من خیلی پینتر چون استفاده نکردم و موس هم هسته میشه، شما به دل نگیرید. این هسته خود میموری ما. این میموری ما شد. خب حال میموری ما، خب این میموری مانه و این هم خونه های میموری. ما گفتیم وریبل نام قسمتی از میموریه. تا کنیم میموری ما از چند قسمت تشکیل شده. نام قسمتی از میموری. این وریبل ها، این خانه ها از خود خودنام های داره. فرض بگیریم این باشه 1، این باشه 2، این باشه 3، این 4 باشه و همین حالت اینا هر کدام خود یک نام داره، یک آدرس. در اصل ما زمانی که یک مقدار مایم ذخیره کنه فرض میگیریم می نویسیم کجا رفت ور x مساویه به 20 و ای سیمیکالون ور 20 ور مشخص کننده همون نوعیت دیتا تایپ مانه که نوعیت از چیه. ور خود یک ظرف عمومیه که توضیح میده. x دادیم. x چیه؟ x نام همو قسمت از میموریه. ما گفتیم نام قسمت از میموریه نامه.
که توسط همون نام ما با مقدار دسترسی پیدا میکنیم. وقتی ما می نویسیم x، در اصل همون x فرض کنیم میه به داخل همین خانه ذخیره میشه. خانه دوم این نام ازی شده x، نام ازی شده x و مقدار داخل ازی هم شده 20. به این قسمت ما گفتیم نام یا x باشه و مقدار 20 باشه. یا آماده فرض کنیم یه خانه رو گرفته و در داخل از این خانه چیکار شده؟ 20 ذخیره شده و نام از هم x و حال هر زمانی که ما x سر صدا بزنیم این برای ما چی بازگشت میده؟ مقدار. خب مقدار چنده؟ مقدار 20. نام قسمتی از میموریه که اطلاعات ما در داخل از او ذخیره میشه و توسط یک نام خاص ما به زود دسترسی داریم. دقیقا عین تعریف توضیح دادم شما. نام قسمت میموری ما قسمت ها مختلف داره که یک قسمت اطلاعات ما ذخیره میشه و یک نامی هم برای از او میده و زمانی که ما همون نام رو صدا بزنیم در اصل مقدار برای ما پس بازگشت میده. ما دسترسی پیدا میکنیم به همون خانه ای که مقدار ذخیره شده. حالا میایم موضوع اول ما ورر میخونیم. ظرف ها که هست نوعیت های مختلف خود داره. بله شما یک ظرف در نظر بگیریم. ما چند مدل ظرف داریم دیگه. پیاله داریم، کاسه داریم، بشقاب داریم و نوعیت ها مختلف. حالا ما توسط مثال دیگ او نمیخوریم دیگه. ما دیگر بر نمیدونیم که او بخوریم. ما برای از که او بخوریم از پیاله استفاده میکنیم یا از لیوان استفاده میکنیم. برای از که نون بخوریم، غذا بخوریم، ما از لیوان استفاده نمیکنیم، از همون بشقاب استفاده میکنیم که مربوط به همونه. پس چی؟ برای دیتا تایپ ها هم ما برای همین وریبل ها هم همین دیتا تایپ ها داریم. ما نوعیت داریم. نوعیت برای از اینکه اعداد ذخیره بشه یعنی اعداد صحیح. برای از اینکه ما یک برای از اینکه ما یک استرینگ، کاراکترها، سمبل ها، نمبر ها، همه چیز بتونیم با هم چاپ بکنیم از نوعیت استرینگ استفاده میکنه. برای از اینکه شرطی ها باشه ترو فالز استفاده میکنه که اون بولیان میشه. دیگه بس اینتر داریم که گفتم نمبره. برای هر کدوم ما جدا جدا استفاده میکنیم. حال ما میریم نوعیت ها رو میخوانیم. یک از این نوعیت ها وره که اولین نوعیتی که ما میخوانیم یا دیتا تایپ. برای از اینا میگیم دیتا تایپ. نوعیت همون تایپ یا همون نوعیت همون داده، همون مقدار نوعیت و چیه. ما از اونم بیالت چاپ میکردیم. درسته؟ حالا فرض میگیریم ما از این 10 دونه داخل برنامه خود استفاده کردیم. 10 دونه استفاده کنیم که چیز معمولی هم هست. داخل برنامه از اینا ما خیلی استفاده میکنه. حالا ما میخوایم که همین 10 دونه نمام هلو سجاد چاپ بشه، ما بگم هلو فو چاپ بشه. برای از اینکه اینا تغییر کنه ما باید 10 تا از این تغییر بدیم. ایرم فو، ایرم فو 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 و کل از اینا رو تبدیل کنیم که یک کار خیلی تکراریه دیگه. ما نباید این کار رو انجام بدیم. وریبل در اصل به قسمت خیلی خیلی ما کمک میکنه که ما میتونیم ظرف عمومی ما میتونیم در داخل از این نمبر ذخیره کنیم، در داخل از این بولیان ذخیره کنیم، در داخل از این آبجکت ذخیره کنیم، در داخل از این آرایه ذخیره کنیم، در داخل از این میتونیم ما حتی چی میگن استرینگ ذخیره کنیم. هر نوع دیتا ما در داخل ور میتونه ذخیره کنیم. یک ظرف عمومیه و چیز ما نمیفهمه که نوعیت دیتا از چی شده. زمانی که ما قیمت رو برای از این میدیم، زمانی که قیمت میدیم این میفهمه که نوعیت چیه. طریقه تعریف کردن وریبل اینه که دیتا تایپ یا همون نوعیت که میتونه مثال اینت باشه، میتونه استرینگ باشه، میتونه مثال بول باشه که همون بولیانه، میتونه ور باشه. ما فعلا ور کار میکنیم، بعدا اینا دیگر میخونه. ور ظرف عمومی مانه. ور بعد از یک نام باید برای اذیتمند بده. ور مثال نیم. کوشش کنیم وریبل که شما تعریف میکنیم نام از هم نام با همون کاری که انجام بدیم، یعنی هم نام و هم خانه داشته باشه تا بعدا مشکل نخوریم که این چی بود و چی رقم بود. ور نام رو تعریف کرده. وریبل که نام از او است نیم و به نزدیک که مقدار بری از بدیم ما باید از مساوی استفاده کنیم. مساوی
سمت راست به داخل سمت چپ ذخیره میکنه. به داخل برنامه ما خیلی استفاده میکنیم از این مساوی. یک دونه مساوی که بخش اپراتور آواز میخونه، یک دونه مساوی سمت راست برنامه در داخل سمت چپ ذخیره میکنه. حالا ما داریم ور نیم، یک ظرف تیار کردیم، ظرف عمومی که هنوز معلوم نیه داخل از این قراره چی چیزی رو ما بندازانیم. نام از این رنگ رشتیم نیم مساوی قرار دادیم. حال مساوی ما به داخل از این که استفاده بکنیم کوتیشن، سینگل کوتیشن یا دبل کوتیشن، ما به اینا میگیم کوتیشن. اگر دبل کوتیشن باشه یا سینگل کوتیشن فرق نمیکنه، ولی پیشنهاد میشه از سینگل کوتیشن شما استفاده کنه. به قسمت سینگل کوتیشن و حال مقداری که میخوایم بدیم، من گفتم هلو فو برای ما چاپ بشه. خب حالا این چیکار شد؟ تغییرات ما ایجاد شد. ما یک وریبل، یک ظرف رو ساختیم با نام نیم و مساوی قرار دادیم به هلو فو. حالا این 10 تا از ما دیگه نیازی نیه 10 تا تغییر بدیم. برای چاپ کردن از این ما می‌نویسیم پرینت و نام همه وریبل چاپ میکنیم. نام وریبل ما چی بود؟ نیم. و در داخل از این نیم چی ذخیره شده بود؟ اینجا نشان میده که نوعیت چی؟ نوعیت استرینگ. به خاطر که ما کوتیشن استفاده کردیم پس نوعیت همین وریبل ما تبدیل شد به استرینگ. چون تا زمانی که ما قیمت میدیم یا مقدار میدیم این تشخیص میده که حال نوعیت چی میشه. پس نوعیت استرینگ رو بخو گرفت و این نیم ما که هست یک استرینگه که در داخل از یک مقدار ذخیره شده. مقدار چیه؟ هلو فو. حالا ما این اگر کنترل اس و چاپ بکنیم میبینیم که هلو فو به قسمت چاپ میشه. می یک کلیر میکنم که مشخص تر شه. هلو فو چاپ میشه، درسته؟ ولی حالا من این کار قبلا کردم، ما 10 تا از چاپ کنم. باشه مثلا همین اندازه بست، من همین اندازه ما می چاپ شه. خب مشکل نداره چاپ میشه. ما حال ما پس همون هلو سجاد چاپ بشه، اصلا نمام هلو فو چاپ بشه. کاری که قبلا میکردیم بود که دانه به دانه از اینا ما باید تبدیل میکردیم، ولی حال چیکار میکنیم؟ فقط به یک جا تغییرات رو اعمال میکنیم و به تمام از اینا تغییرات ما اعمال میشه. و حالا اگر دیوار چاپ بکنم میبینیم که هلو سجاد چاپ شد. خب یکی از مزایای خود وریبل همین که ما تغییرات خور نیاز اینه ما در داخل برنامه شاید 1000 جا از یک چیز استفاده کرده باشیم. چی نیازه که ما بریم به 1000 جا؟ اصلا شاید خیلی جا مشکل بخوریم، شاید نتونیم وریبل خور دوباره پیدا کنیم داخل خیلی فایل ها، شاید جا مونده از پیش ما، مقدار هم مقدار قبلی میمونه. ما از این قسمت ما میتونیم خیلی ساده با فقط تغییر دادن یک قسمت 1000 جای برنامه که باشه تغییر میخوره. بس ور رو فهمیدیم و شما ور چی بود؟ ور ظرف عمومی بود. آبجکت ما فعلا نمیخونیم، آبجکت کمی بس داره. آبجکت شما فرض بگیریم و بس کلاس ها که برسن، ما از روی یک دونه کلاس میایم آبجکت های مختلف رو میسازیم. ساده تر اگه توضیح بدم، شما یک قالب کفشر در نظر بگیریم. ما یک دونه قالب کفشر داریم. از این قالب کفش ما میایم چی؟ 1000 تا کفشر میسازیم، ولی قالب یک قالبه. قالب همون قالبه، هیچ فرق نداره. قالب از رو ما 1000 دانه کوشر میسازیم. این باز بعدن وارد شما بس میکنه فعلا، چون هنوز درک موضوع نداریم کمی سخت میشه به شما. استرینگ نوع دیتا تایپ اول ما بود ور ظرف عمومی بود. بحث بعدی داریم استرینگ که استرینگ دیگه استرینگ ذخیره میکنه. استرینگ همون طور گفتم این همون تعریف میشه، فقط نوعیت تغییر کرد دیگه. نوعیت گفتیم مال مشخص کردیم، از اونم مشخص نبود که ما قرار در داخل ازی نیم چی بندازونیم. حالا مشخص شده، مشخصا گفتیم استرینگ بندازونیم، کاراکتر بندازونیم، پس ما باید حتما کاراکتر بندازونیم، نمیتونیم دیگه ولیو بندازونیم. فول نیم بس فول نیم مساوی قرار میدیم. حال دیگه حتمی باید از این عدد چی کاراکترها استفاده کنیم داخل سنگل کوتیشن و سجاده نوروزی چاپ میکنم، البته داخل از ذخیره میکنم. به قسمت ما میتونیم حتی عدد بدیم.
خب این گفتن که پس تغییر دادن اینا البته خیلی راحت میتونم ما از اینجا رینیم کنیم. رینیم که بکنه ما اگر این نام بنویسم خیلی ساده همگی تغییر میکنه، با کل جایی که استفاده کرده باشیم این تغییر میکنه دیگه، خیلی کار ما ساده میشه. خب پس حالا که ما تغییر دادیم من نام تغییر خورد و این مقدار 22 چاپ میکنه چند تا رده برد فول نیم. به این قسمت ما گفتیم استرینگ دیگه، اگر مال 23 بودم به نظر شما چیکار میشه؟ ایرور میده. به این قسمت هم اگر ما ویسر ببریم نشان میده که شما انت گفتیم اینجا مقدار شما نه، ولی در اصل مقدار اصلی شما باید استرینگ باشه. پس ما پس برگشت میدم به استرینگ. حالا چیکار شد؟ حال مقدار استرینگ در داخل استرینگ ذخیره کرده و این اگر چاپ هم بکنه پرینت میکنم فول نیم و یک سیمیکالون یا چمانه کنترل اس و رن بکنه. بله این مقدار 22 و این هم سجاد نوروزی مقدار استرینگ مانه. به این بس استرینگ که ما استرینگ ها در داخل از ما میتونیم حتی عدد، هر چیزی، عدد، سمبل، هر چیزی اضافه کنیم، کارکترها. ولی این چرا این دلار ساین ایرور داد؟ دلار ساین که این هم یک دانه مثل همی هشتگ و اد ساین اینا چرا ایرور داد؟ بخاطر که ما دلار ساین رو داخل استرینگ ها زمان استفاده میکنیم که قبل از نام وریبل که یک مقدار در داخل از او چاپ کنه. من اگر همینجا ایر بنوشتم و نمر چاپ بکنم میبینیم که ایرور حل شد. حالا به جای ازی بین ازی و ازی این نم مقدار نم چند بود؟ 22 بود. حالا 22 رو اینجا چاپ میکنه. میبینیم بین از اینا مقدار 22 رو چاپ کن. خب این برای از اینکه ما اصلا ما این چیزی چاپ کنه، ما این که امیر چاپ کنه برای ما علامت دلار ساین چاپ کنه. برای از اینکه دلار ساین چاپ کنه بعد از یک دونه بک اسلش استفاده کنیم. بک اسلش ایگنور میکنه، میگه تو بیا ای ایگنور کن، تو فقط چاپ کن دیگه هیچ کار نکن. این ایگنور میکنه. حالا اگه چاپ کنه میبینیم که دلار ساین اینجا چاپ شد. خب این بود از این بحث استرینگ. پس یا باشه هم یالت چون این کدای باز شما داریم روی از اینا باز بیاییم و ببینیم چی تغییرات آورده چی کار کرده بودم. بعد از اون میریم به مبحث بعدی که نال سیفتیه. نال سیفتی چی هست اصلا؟ زبان دارت در مقابل نال بودن یا خالی بودن یک وریبل حساسه و اجازه از این نمیده شما یک وریبل خالی تعریف کنیم. و زمانی که یک وریبل خالی بدون اون مقدار تعریف کنیم به شما ایرور میده و میگه که شما نباید از حالت چیز استفاده کنیم، خالی بودن این وریبل استفاده کنیم، باید حتما یک مقدار شما حتما بده. این بیان که اینجا به شما ثابت بشه که نمیگذاره، واقعا اجازه از این نمیده. اینت ایکس و خلاص. درسته؟ خب اینجا میگم اجازه داد. چرا اجازه داد؟ خب درسته اینجا اجازه داد، ولی به این زمانی که ما همین ایکس رو خواسته باشیم چاپ بکنیم اجازه نمیده. چرا؟ میگه که نه نال بله شما نباید وریبل خالی چاپ بکنیم. وریبل خالی نمیتونین چاپ بکنه، اجازه از این اصلا نمیده. چون امکان داره ما مشکلات خیلی زیاد در داخل برنامه خب به خاطر همین نال بودن از یا خالی بودن، حتی نال هم نیه یک وریبل خالی یک بی مقداره، نال خود یک قیمت میشه، خالی خالیه. به این قسمت میگه که شما راه حل داره. وقتی میخوایم این کارو بکنیم میتونیم از چی؟ خود همین علامت سوالیه بعد از دیتا تایپ استفاده کنیم و ما میایم میبینیم که آیا درسته. بعد از این گفته دیتا تایپ بله میبینیم که درست شد. حالا اگر ما این سیو کنیم و چاپ بکنیم میبینیم که مقدار نال چاپ شد. چرا اصلا چرا نال چاپ شد؟ ما که گفتیم این خالیه، در اصل دیفالت ولیو گرفت بخوا. زمانی که از علامت سوالیه استفاده میکنیم مقدار دیفالت از زیر میه نال قرار میده. میگه اگر همین وریبل قیمت داده شد که خوب تا خوب، اگر قیمت داده نشد و چاپ کرده قبل از اینکه قیمت بده ایر چاپ کرد، تو بگیر مقدار از ایر نال بگذار، ایرور نده، مشکل نخور، ولی نال چاپ، یعنی بفهمه که وریبل از این خالیه ناله. خب این دقیقا همین کار کرد. و یکی دیگه هم هست مبحث
این همون دیفالت ولیو که گفتم دیفالت ولیویه که برای ما اجازه ازیر میده ما وریبل های خالی چاپ کنیم با یک مقدار دیفالت که نال باشه. و بس لیتر داریم. لیت هم عین کار رو میکنه. لیت هم دقیقا عین همینه ولی به یک تفاوت خیلی خوردی. ما به این قسمت گفتیم که علامت سوالیه که ایرور نده. ما بتونیم از این چیکار کنیم؟ یک مقدار خالی چاپ کنیم. یک وریبل که هنوز قیمت ندادیم رو چاپ کنیم. همین کار با لیت میکنه. من دقیقا همین کپی میکنم و میارم به پوینتر و ایرم وای میگذارم، چون یاد شما باشه که ما هیچ وقت نمیتونیم یک وریبل هم نامر استفاده کنیم. ما باید همیشه وریبل ها ما چی باشه؟ نام های اینا تغییر کنه، چون بس آدرس دهیه. ما زمانی میگیم x باشه، خب ای x ما خود درسته. ای x ما کجای؟ ای خونه. دقیقا ای خونه روی خط کشیدم. وقتی ما یک x دیگه هم تعریف کنیم، خب امکان نداره این وقتی ما x صدا میزنیم یا ای x باشه یا ای x باشه. اصلا نمیفهمه بین از اینا گد میشه از پیش که x باشه یا x. از این خاطر ایرور میده. پس نمیتونه دو تا نام وریبل هم نام تعریف کنه، باید حتما تغییر کنه. پس وای می نویسم. حالا گفته یک راه بدگه بود که از لیت استفاده کنه. خب ما لیت استفاده کردیم ولی بازم ایرور میده. ما به این قسمت ایرور نداریم ولی به این قسمت ایرور داریم. گفتیم هر دو تا یک کار میکنه، فقط برای ما اجازه ازیر میده که ما یک وریبل خالی یعنی بسازیم. حال تغییر از اینا رو به شما بگم. زمانی که از اند استفاده میکنیم و این اجازه علامت سوالیت میگذاریم و اجازه رو به شما بداد که بسازیم. در اصل یک دیفالت ولیوی نال برای از ذخیره کرد و گفت قیمت دیفالت از این هسته نال. پس مقدار داد برای. ولی زمانی که ما به این حالت تعریف میکنیم میگیم لیت منتظر باش، تو صبر. خب منتظر باش. یک قولی ما برای از این میده. میگیم ما به تو قول میدم که قبل از اینکه این استفاده بکنم حتما برای از این مقدار ما بدم. فرق از این به این قسمت همینه. قیمت به داخل از ذخیره نمیکنه، دیفالت ولیو نمیندازونه، فقط برای ما اجازه از این میده که ما همیر چیکار کنیم؟ بریم به خط بعدی. مثال به این قسمت همین وای خورد مقدار بدن برای از این. میبینی که ایرور از این رفع شد. این تنها کاری که میکنه، تنها خوبی که برق ما میکنه همینه که برای ما مهلت میده، اجازه میده که ما بعداً برای از قیمت بدیم. این یا چون باشه که ما برای از به قسمت قول دادیم. قول ما بوده که قبل از اینکه ما از استفاده کنیم حتما مقدار میده. به این که چی؟ دیگه گفتین تو صبر کن ما بعداً قیمت میدم. ولی دیفالت ولیو داد که چی؟ که قیمت نال بود. گفت اگرم که نداد خیره، مشکلی نداره، تو بیا نال رو برای ازی بده. ولی لیت چیز نیه. لیت میگه ما با توی اجازه رو میدم ولی قول دادی تو برای من حتما باید مقدار بدی قبل از استفاده کردن. ما میگیم چشم. ولی به این قسمت باز آمدیم زدیم زیر قول خود. باز زدیم زیر قول خود و گفتیم بیا پرینت کن. خب معلوم داره ایرور میده، میگه تو به ما قول دادی، تو قراره این مقدار بدی قبل از اینکه استفاده کنی، پس من با تو اجازه نمیدم که چاپ بکنی. پس چیکار میکنیم؟ میایم به قول خود عمل میکنیم و چه خوب میشیم و وای از زیر مقدار قرار میدیم مثال به سی. حالا میبینیم ما آمدیم اجازه گرفتیم از این وریبل خالی بساختیم و طبق قولی که بزی داده بودیم آمدیم قبل از استفاده کردن اون مقدار دادیم که گفتیم وای ما مساوی باشه به سی و بعد از این آمدیم چاپ کردیم که دقیقا این پروسه از این کامل انجام دادیم و خلاف نکردیم، زیر قول خود نزده. و حالا اگر نبرم این چاپ بکنم مقدار از این که سی هسته میبینیم که چاپ کرد برای ما. پس فرق لیت و بخش امی علامت سوالیه فهمیدیم. علامت سوالیه و لیت چی کار میکنه؟ هر دو تا مهلت برای از این میده که ما یک وریبل خالی یعنی یک وریبل بدون مقدار ما بسازیم، دکلیر کنیم. ولی فرقی هم که اینا داره، یک فرق خورد اینا داره که بخش علامت سوالیه اگر استفاده کنیم میگه که خیر باشه، اگر قیمت داد که داد، اگر نداد تو مقدار دیفالت نالر برای از این بده. ولی در لیت کسته نه، میگه ما با تو اجازه بدادم تو برو ای کار رو بکن درسته
ولی تو من قول دادی که قبل از اینکه استفاده کنی حتما باید انشلایز کنی، قیمت بدی. و این بخش لطف سوالیه که بحث نال سیفتی میشه. بحث بعدی ما فینال و کانسته، دو بحث مهمه دیگه که اینا هم مردی تا یک کار میکنه و اینا هم یک تفاوت خیلی خوردی داره از هم. خب من اینا رو اگه به شما کد توضیح بدم، بس اول فیناله. فینال چیه؟ فینال یا فاینال، ما یک وریبل مثال اینت x خب مساوی قرار دادیم به c، اکسل استفاده کردم. من اینجا عمدی استفاده کردم که شما متوجه بشیم. اینجا وقتی موسر ببریم میگه x میگه already defined استفاده شده، پس نمیتونی تو اکسل استفاده کنی، پس یک نام مختلف باید باشه. ما میگذارم دبل اکس. ما آمدیم به این قسمت هیچ مشکلی نداریم، وریبل ما تعریف شده، قیمت هم داده شده، هیچ مشکلی نداره و نیازی هم نیه که ما از اینا استفاده کنیم یا از لیت استفاده کنیم، چون مستقیم آمده میر انیشلایز کردیم. ما بس انیشلایز و دکلیر رو شما بگم که مشکل نخوریم. انیشلایز من میگم انیشلایز چی هست. کنترل وای کنترل ایکس مینا کلا اصلا کنترل زید میکنم و ایر من از این قسمت پاک میکنم. خب زمانی که ما انت نوعیت دیتا تایپ خور نوعیت همو وریبل خور مشخص کردیم و یک نامی هم دادیم انت دبل اکس، ما ایر دکلیر کردیم یک وریبل به نام دبل اکس ما بساختیم، یک محیطی در داخل رم میگم داخل پین ما یک محیطی به نام دبل اکس در نظر گرفتیم که داخل از چیه؟ داخل از فعلا خالیه، هیچ مقدار نداره. حال این میگم دکلریشن، بزیمی که ما یک وریبل فقط میسازیم و قیمت نمیدیم میگم دکلریشن. اگر می بیام همین دبل اکسر مساوی قرار بدم به یک مقدار، به ای که ما همو وریبل خور مقدار میدیم میگم انیشالایزیشن. انیشالایزیشن دکلریشن و انیشالایزیشن دو مبحثه. دکلریشن تعریف کردن همو وریبل بدون از اینکه قیمت بدیم و انیشالایزیشن قیمت دادن همو وریبله. میگن ما میتونیم اینا رو به دو خط داشته باشیم، میتونیم اینا رو به یک خط داشته باشیم. بالا دیفالت که ما یاد گرفتیم ای بود، درسته که اینت x دبل x مساوی به 50. به این قسمت دکلیر کردیم و به این قسمت هم این انیشالایز کردیم. دکلریشن و انیشالایزیشن هر دو تا در یک خط انجام دادیم. پس چیکار شد؟ مشکل نداره. دکلریشن انیشالایزیشن، حالا که من میگم دکلریشن یا انیشالایزیشن شما بفهمه. به این قسمت ما بحث فینال داشتیم. ما وریبل خور بساختیم، دکلیر کردیم و انیشالایز کردیم، تعریف شده و قیمت هم بگرفته بخو، پس هیچ مشکل نداره. حال ما از فینال استفاده میکنیم. فینال میگه همین وریبل ما رو فیناله، همین مقدار 50 که گرفته فینال ثابت شده دیگه، 50 تو تغییر داده نمیتونی. درسته؟ بیایم ببینیم که آیا این ست میکنه گپ ما یا نه. ما رفتیم دبل اکسر به 40 تغییر دادم ولی ایرور داده. اینجا گفته تایپ از این تو فینال در نظر گرفتی یا فاینال، تو نمیتونی که این مقدار از این آپدیت کنی یا تغییر بدی. پس چی؟ پس زمانی که ما از فینال استفاده میکنیم یک مقداری که ما با زمانی که به اینجا 50 دادیم همین 50 ما نمیتونیم بیایم اینجا دبل اکس دیوار صدا بزنیم و باز دوباره تغییر بدیم و مساوی و ای نمیتونیم، اصلا اجازه نمیدم. پس چرا اصلا فینال تعریف کردی وقتی تو قرار تغییر بدی؟ چی نیازی به که تو فینال تعریف کنی؟ پس به همین خاطر فینال ما استفاده میکنیم به زمانهایی که از فینال و کانست هر دو تا از اینا همین کار میکنه. که حال کانست هم میگیم مثلا عدد پایر داریم ثابته، نباید تغییر بخوره و نباید کسی بتونه تغییر بده، پس پایر ما فینال میگیریم یا کانستنت میگیریم ثابت. ای همینه، همین بوده و همین هم خواهد بود، تغییر هم نمیکنه. گپ ما یک چیزه، مرغ ما یک لنگ داره، این نباید تغییر کنه. و کانست داریم. خب کانست اینت دبل وای مساویه به میبخشیم این مساویه به 50. درسته؟ ما این کار رو انجام دادیم.
تا این قسمت هر دو تا یک کار میکنه. این هم اگر ما بیایم وایر دبل وایر مساوی به 60 قرار بدیم میبینیم که ارور میده و نمیگذاره که ما این کارو بکنیم چون کانستنت تعریف کردیم عین فینال. ولی یک تفاوت اینا با هم داره. ما به این قسمت ای چیکار میکنه؟ کات میکنه. ما فینال اینت دبل ایکس رو دیکلیر کردیم ولی انیشالایز از زیر چیکار میکنیم؟ میایم به خط بعدی. خب حالا ما میایم انیشالایز از زیر به زی خط انجام بدیم. بگیم دبل ایکس مساوی به مقداری هست 50. ما دیکلریشن تعریف یار به این خط کردیم، انیشالایز از به این خط کردیم، در صورت که فینال هم هسته. ولی دوباره دیگه نمیتونیم ما بریم مقدار تغییر بدیم چون فینال دیگه گفتم که نمیتونیم ثابت. ولی به کانستنت اگر امی کار رو ما بیایم انجام بدیم چی اتفاقی میفته که میبینیم عین همی کاره. ما اینجی فینال دبل ایکس داشتیم و اینجا هم کانستنت اینت دبل وای داریم و به پین هم آمده مقدار داریم. به این قسمت هیچ مشکل نداره، برای ما اجازه رو بداد. ولی به این قسمت چرا اجازه نداده؟ میبینیم که ایرور داده. برای ما میگه که فرق فینال و کانستنت همینه. فینال اجازه از زیر میده ما به این خط دکلیر کنیم، تعریف کنیم و بریم پین اصلا نیر بیایم اینیشالایز کنیم. فقط در محدوده و بلاک همی خود همی چی باشه؟ وریبل باشه. این اجازه برای ما میده. ولی کانستنت این اجازه نمیده. میگه زمانی که تو دکلیر میکنی تو باید دکلریشن و انیشالایزیشن هر دو تا به یک خط انجام بدی. پس چی؟ این مساوی از اینجا ما بر میدانه میبریم به یه قسمت و ایرم پاک میکنه. میبینی که ایرور نداره. حالا فرق از این تا اینه. به مثال عام اگر به شما توضیح بدم، فرض کنیم شما کارگر میگیریم، دو تا کارگر میگیریم. فینال کست کارگری که صبح میای سر کار با حالت معمولی تا به شام به شما کار میکنه و به شام پول خور معاش خور دریافت میکنه از شما. ولی کانستن او کارگری که به محض ای که او صدا میکنه کار به کار میگیریم اولین چیز معاش خور از شما چیکار میکنه؟ درخواست میکنه و تا معاش از او ندین او دست به کار نمیزنه. فرق از این دوتا همینه. فاینال به شما اجازه از این میده دکلیر میکنین، تعریف میکنین، بعدا اون قیمت میدین. ولی به کانستنت نخیر این کار انجام نمیشه. شما باید در عین لحظه که تعریف میکنیم قیمت رو هم بدین. خب این بحث از لیت و کانست ما بود که این هم تمام شد. بحث وریبل ها ما یک چیز دیگه که به شما نگفتم نمونه بولیان تست نام از این میگذاریم مساوی قرار میدگیم. این فقط دو مقدار میتونه بگیره، ترو و فالز. دو مقدار میگیره، بیشتر نمیتونه. بیشتر در بخش شرطی ها چک میکنیم، در بخش کاربرد از خیلی زیاده. حالا خیلی جاها ما از این استفاده میکنیم، شرطی ها، بخش لوپا و چرخش ها. فقط این بفهمین که دو مقدار میگه، ترو و فالز. درست خیر، درست غلط، درست غلط. فقط همینه که برای چک کردن از این استفاده میشه. یک نوع دیتا تایپیه عین همین استرینگ و این تو اینا که مقدار از این ترو و فالس درست و غلط میگیره. این بود از درس ویدیوی سوم ما دوره فلاتر، ویدیوهای دارت ما که ما اینا رو با شما آموختیم، یاد گرفتیم. چیزی که یاد گرفتیم بخش وریبل ها بود، بخش نال سیفتی بود و تایپ های خود وریبل ها بود و بخش لت و کانست در ما خودی هم دیگر در این ویدیو پیش بردیم. امیدوارم که این چیزی که باید میگفتم بر گفته باشم و شما هم این چیزی که من گفتم بر درست برداشت کرده باشیم و به درک کامل از این موضوع رسیده باشیم. و لطفی که شما به حق ما میکنیم لایک، کامنت انگلیسی و سابسکرایب ویدیو شما فراموش نکنیم. حتما چون باعث دلگرمی ما و باعث حمایت ما میشه. و تا ویدیوهای بعدی که انشالله بخش اپریتور ها قرار کار بکنیم شما رو به خداوند میسپارم. امیدوارم شب روز خوب و خوشی داشته باشیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.